این مسجد است. سلامونه ونې کېږلې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د باران رحمت له خیریه بنسټ خانم موږ راغلي وو لوګر ولسوالۍ ته کورونه مو ډېر وکتل تلفات د حد زیات دي لکه مخکې چې موږ په تېره راپور کې هم تاسو ته معلومات درکړي وو چې تلفات له 200 فامیلونو زیات دي څو کورنۍ مو وکتلې راځو د جومات هم وګورو چې دا تقریبا تر ډېره حده پورې خراب شوی دی دا مې ووینم کردنش با من به مادر دل افشا کن مدارا کردنش با من اگر گم کرده ای کلید بیاید لحظه با ما باش پیدا کردنش با من شیرونه میگه تاسم دیوانه میده مدة دخل نجي خير دخل نجي خو موږ ته اجازه د خیر داخل دی ورتګ نه راکړي خو تاسو وینئ چې ميدان شو دي ولا زیات شوي دي او دننه مسجد تقریبا ټول تخریب شوی او دننه ټکاو هم د بار صورت په مسجد د استفادې وړ نه ده د عبادت کولو وړ نه ده نور نو ځکه خلک نږدې هم نه ورځي موږ هم ترې راکښته کېږو که من هستم خریدارش بیا قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من څنګه تاسو وینئ ویډیو کې خپل درته معلومیږي دا د تقریبا د اوسېدو لپاره شوی تاسو له ځانه معرفي کړئ زما نوم منیر احمد صدیقي د خوقۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم د محمدیار کلا اوسېدونکی یم هلته زموږ خپل کورونه دی نور چې هېڅ شی مو ترې نه دي ویستلی فقط ځان مو ترې باسلی بس ځاني تلفات ځاني تلفات خو نشته خو مواشي تلفات شته هم نشته نور الحمدلله خپل ځان مو ویستلی نور کالي مالي ټول هم درته پاتې دي اوس که نن پلان نه کېده کارونه ټول بندي شوی ستاسو د الله پاک اجر درکړي موږ د باران رحمت په دې بنسټ باندې راغلي یو مننه کوم څومره کومک مو تاسو ته ولیکم سلام تاسو نظر جوړې دي او تاسو د تسلیم کو او ان شاء الله په تنوال باندې موږ کوو چې د تاسو د خلاصولو لپاره موږ نور هم مرسته وکړو نور هم کومکونه رسوو ترڅو تاسو مشکلات له څه حل کړئ مننه کوم څومره زر افغاني دي رحمت په دې بنسټ باندې تاسو مننه کوم خیریه بنسټ کورونه انسان بخوانیم آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه صداقه مشو نامی تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من الله اکبر 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 لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله یا الله یا الله چاک کنش زیر اونجا و رفته دوستان عزیز ما در یکی خانه است دیگه بزرگوارا آمدیم پیش خود معرفی کنید نم نصار است ولد فقیر و ما ساعت از امزی خانه است امزی جایستیم الوسوری خوشی استیم ما دو بجه دونیم باید شو سلا آما سر ما برادر امزی وقت ما زود که کارهای خود نجات دادیم سر خالی نجات دادیم دیوان
زیر سامان و مان کل خانه سر خودتون معلوم میشه بله. کلش زیر چیشه تخریب شده. کسی خون انشالله نه انشالله یک از ما یک مادرکم بود اما زخمی شده بابا که زخمی شد. ما شکر که امروز بد شدی او رو خود امیر رفیقای ماندواله مامات ما رو نجات داد. جان ما از طریق بنیاد خیری باران مفهم خدا انت نجر بده. توفه آوردیم خدا تا خوشحال داشته باشه. خدا نمیر براتون کار ما اجر علی شما رو خدا خوشحال داشته باشه. شما که کم سایه یک تکلیف کردید بزرگوارای زحمت کشیدید خارج کمک کردن خانه شما آباد خدا تان خیر بده که قرشدگی کردن به ما خدا شما رو دیم اجر بده. عزیزان خان جهان سپاس واقعا ما تشکر قلبا خودم از طرف مردم تشکری میکنم. مهربانی تشکر ما تشکری میکنیم و آن تان آباد سمنده خدا تان اجر بده که تکلیف زحمت بکشید بر ما. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت میکنم آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر. اسم مسعود از ولایت لوگر و رسولی خوشی این خانه از شما است که چپه شده؟ از ماست خب بیجه کسی مالی از جانی نیست. 3 بجه روز بود که باران اما از 4 طرف سر ما و ما را میاد گیر کرد. دمی سر کشیدیم مشتکان کشیدیم دیگه چیز کل همه چیز تایدل شد ما چیز نمون کنم. به کجا خانه به کجا؟ کم هست خیمه از زیر خیمه. خب ما از طریق باران رحمت آمدیم دیگه یک توفه بر شما آوردیم خداوند این برکت بده دیگه این 4000 میره زمین کمک های اولی هستن خداوند این برکت بده باشه خیر کمک کنه زنده باشه سلامت باشه. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. عزیزان یک خانه دیگه از هموطنان ما هستن که اصلا دروازه ویشان خراب شد تخریب شده خانهشان دیگه میشه خدا معرفی کنیم. اسم عبدالله جان است ولد امیرجان منطقه ساکن ولسوالی خوشی. خب دیجی خانشالا کسی زخمی سخت زخمی نشدن ما سر خود کشیدیم که مقصد مال و ما هر چیز ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت آمدیم دیگه این پیسه را بر شما تشکر 4000 مالی در نظر گرفتن کسایی که کمک کردن خداوند خیر شما رو بده خداوند تا خیر بده. تشکر زنده باشید موفق باشید زنده باشید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز قسمی که شما در کلیپ ها مشاهده کردین ما به ولسوالی خوشی ولایت لوگر جایی که سیلاب آمده بود آمدیم و نهایت کوشش کردیم که مستقیما بریم به خانه هایی که تخریب شده خانوادهش پیدا کنیم صاحب خانه رو پیدا کنیم و مو کمک را که شما عزیزا کرده بودین برشان برسانیم. شما در تصویر می‌بینید که نمی ولسوالی خوشی است و اکثریت قسمت‌های شاید در کلیپ بر شما معلوم شود تمامش زیر آب شده بود. بهاب از اون دره از اون قسمتی که دره است اون از اون قسمت آب آمده بود و سیلاب خانه‌های محلی تمامش تخریب کرده.
در اینجا دو کار صورت گرفته. یکی که یک کمپی که با او قسمت بالا وجود داره، تقریبا 120 فامیل در اوجا انتقال دادن به او کمپ که در اوجا مردم زندگی میکنه. یعنی اکثریت خانه‌ای که شما میبینید قابل نشست فعلا نیستن، برشان خیمه زده شده. 120 فامیل در اوجا انتقال داده شده و دیگه فامیلای زیاد که هست کمپ پایین میگنشد به او قسمت که بیش از 400 خانواده در اوجا هستن. و عزیزانی که میخواین کمک کنن، تقاضای بنده می است که لطفا شما کمکایتان با هماهنگی با کسایی که مستحق‌ترین کسا هستن داخل قریه ها برسانین تا یک درد از این مردم مظلوم بیچاره دوا شود. شاید که مشکلات دیگه در ایجاد کمپا و یا صورت بگیره، بعضی کسایی که متضرر نیستن وجه کم بر خود جور کنن. خب به هر صورتش ما از طریق بنیاد خیریه باران رحمت آمده بودیم اینجا و سروی این کمک کنین برای مردم مظلوم. ما انشالله کوشش میکنیم که نهایتا کمک های شما را به مستحق‌ترین کسا برسانیم. این بود گزارش امروزی ما. تا برنامه بعدی به الله متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.